سلام علیکم دوستان، خوش آمده به قماندان. امروز ما میخوایم درباره از اینکه چگونه ما میتوانیم عکس پس زمینه امضای خود را مثلا اگر ما میخوایم در اکسل کار داریم و میخوایم که یک امضای دیجیتالی، چون که در کشورهای خارج زیاد مروج هسته امضای دیجیتالی میگیرن، بخوایم در آخر ورق خود امضای دیجیتالی خود بانیم، چی قدم میتونیم که مثلا در اکسل به خصوص او را ما بتانیم مانده. پس اولا میریم اکسل خود باز میکنیم ببینیم که چطور میشه. اکسل زمانی که اکسل خود را باز کردیم، ما در بخش مینو بار در بخش انزرت میریم، از انزرت در بخش پیکچر و از پیکچر خود از روی صفحه انتخاب میکنیم. مثلا اینی امضای ماست، میبینیم که آمد. حالا چطور میتونیم میره این امضای خود پاک کنیم؟ پشت سرش سفیدی مثل میخوایم تنها می خطای سیاه ما که در روی صفحه معلوم میشه باشه، ولی این پشت سر سفیدی پشت امضا که است پاک شود. پس به این خاطر ما یک کار میکنیم که میریم در بخش کلرز، در بخش کلرز میریم در بخش ست ترانسپرنت کلر، یعنی مانا میده که پشت سر چیز ما را میخوایم دستکاری کنیم و جور کنیم. وقتی او رو انتخاب کردیم یک قلمک ظاهر میشه، ایره دمو پشت بک‌گراند امضای ما که سفید میباشه یا هر شکل دیگه کلیک میکنیم و میبینیم که پشت سر امضای ما ظاهر شد و ما میتونیم ایره باز انتخاب کنیم، خرد کنیمش و در هر جایی که جای امضا داکیومنت میباشه به خصوص در اکسل میتونیم ایره در او بگذاریم. و اگر بخوایم که یک عکس همچنان در اینجا بیاریم و پشت سر سفیدش پاک کنیم، مثلا مانند یک لوگو مثل که من خودم اینجا دارم، مثل از این لوگو را میخوایم بیاریم و میخوایم که پشت سر از این هم پاک شود تنها لوگویش بانه، باز دمو میریم در سر ست ترانسپرنتی پشت سر کلیک میکنیم و میبینیم که لوگوی ما هم ظاهر میشه و هر جایی که بخوایم میتونیم لوگوی خود را بانیم. تشکر، بخیر، سلامت.